شام 3 август اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با سفر دولتی وارد پایتخت ترکمنستان شهر اشخاباد شدند. در فرودگاه اشخاباد که با پرچم‌های تاجیکستان و ترکمنستان و صف‌های گرد فخری آراسته شده بود، سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمون را نمایندگان والامقام ترکمنستان صمیمانه استقبال گرفتند. در چهارچوب برنامه سفر دولتی امروز میان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون و پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدов و هیئت‌های رسمی دو جانب ملاقات و مذاکرات رسمی سطح عالی جریان گرفته، مسائل‌های وابسته به رشد مناسبات دوستی و گسترش همکاری بسیار پهلوی دو کشور بررسی می‌گردد. در نظر است که از روی نتیجه ملاقات و مذاکرات سطحی عالی یکچند سند نوی همکاری به امضا رسد. این سفر ادامه منطقه دیدار و ملاقات‌های سطحی عالی میان دو کشور بوده. انتظار می‌رود که نتیجه‌های آن به گسترش بیشتر مناسبات دوستی و همکاری سودبخش دو کشور تکانی جدی بخشد. تشریف دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به ترکمنستان بهره برداری از امکانیت‌های استفاده نشده همکاری به نفع مردمان هر دو کشور می‌باشد.